تصور کن از فتح بابل توسط کوروش تا آزادسازی خرمشهر ایران بارها روی تیغ شمشیر ایستاده، یا امپراتوری‌های عظیم رو به زانو درآورده یا خودش رو از دل خون و آتش دوباره ساخته. اینجا قراره با هم 10 نبردی رو مرور کنیم که نه فقط سرنوشت ایران بلکه سرنوشت جهان رو تغییر دادن. تاریخ ایران پر از جنگه، اما همه جنگ‌ها یکسان نبودن. بعضیشون مثل زخم هنوز روی تن این سرزمین مونده و بعضیشون مثل ستاره‌های درخشان به ما یاد دادن که هیچ قدرتی نمیتونه ایران رو برای همیشه خاموش کنه. در این ویدیو میریم سراغ 10 نبردی که ایران در اونها پیروز شد و تاریخ رو عوض کرد. اما تا آخر بمون، چون در پایان قراره با هم درباره مهمترینشون حرف بزنیم و ببینیم کدوم نبرد بیشتر از همه هویت ما رو ساخت. قبل از اینکه بریم سراغ اولین نبرد، اگه به تاریخ ایران و این لحظه‌های حماسی علاقه داری، همین الان لایک رو بزن تا این ویدیو به دست بقیه عاشقای تاریخ هم برسه. شماره 1، فتح بابل توسط کوروش بزرگ. در سده ششم پیش از میلاد، وقتی کوروش بزرگ پایه‌گذار امپراتوری هخامنشی بود، قدرتش از شرق تا مرزهای بین‌النهرین رسیده بود. اما در غرب، بابل با پادشاهش نبونید هنوز مهمترین رقیب ایران به شمار میرفت. بابل دیوارهایی داشت که طبق گفته هرودوت 4 عرابه همزمان روی اون میتونستن حرکت کنند، یعنی در عمل یک دژ نفوذناپذیر. کوروش با سپاهی که خودش فرماندهی میکرد به سمت بابل اومد، اما به جای حمله مستقیم نقشه هوشمندانه کشید. مسیر رود فرات را منحرف کرد و سطح آب و پایین آورد. شب هنگام سربازان ایرانی از بستر خشک رود وارد شهر شدند و در کمال شگفتی تقریبا هیچ خونریزی بزرگی رخ نداد. مردم بابل کوروش رو نه به چشم دشمن بلکه به چشم نجات دهنده پذیرفتند، چون از ظلم نبونید خسته شده بودند. همین پیروزی که با تدبیر شاه و انضباط فرماندهانش انجام شد، ایران رو به قدرت اول منطقه بدل کرد و منشور کوروش نخستین بیانیه حقوق بشر در همون زمان صادر شد. شماره 2، فتح مصر کمبوجیه. بعد از مرگ کوروش، پسرش کمبوجیه بر تخت نشست و اون همون جاه طلبی پدرش رو داشت و میخواست امپراتوری ایران رو به مرزهای تازه برسونه. هدف بزرگش مصر بود، سرزمینی با تمدنی هزاران ساله و ارتشی مجهز. فرعون مصر پساموتیک سوم امیدوار بود با تکیه بر نیل و سرزمین حاصلخیزش جلوی ایران بایسته. سپاه ایران با فرماندهی کمبوجیه و سرداران پارسی به مصر حمله کرد. در نبرد پلوزیوم ایرانی‌ها حیله جالب به کار بردن. اونا روی سپرهاشون رو با تصاویر مقدس مصری‌ها پوشاندن. سربازان مصری که از ترس توهین به خدایانشون جرأت تیراندازی نداشتن، روحیه‌شون شکست. ارتش فرعون متلاشی شد و ایران پیروز میدان شد. با سقوط مصر، امپراتوری هخامنشی به بزرگترین قلمرو شناخته شده جهان باستان بدل شد، از رود سند در شرق تا رود نیل در غرب. شماره 3، نبرد هران سورنا. چند قرن بعد در دوره اشکانیان، روم در غرب سر برآورده بود و قدرتش تا خاور نزدیک کشیده شده بود. کراسوس، یکی از 3 مرد قدرتمند روم، با 40,000 لژیونر به خاک ایران حمله کرد. در برابرش ارد اول اشکانی پادشاه بود، اما قهرمان واقعی این میدان سرداری جوان به نام سورنا بود. سورنا فقط 10,000 سوار ایرانی داشت، اما نبوغ نظامی زبان زد بود. اون سپاه روم رو به دل بیابان کشوند، جایی که تشنگی و گرما دشمن اصلی بود. سپس تاکتیک معروف تیر و گریز پارتیا آغاز شد. سوار نظام سبک هر بار نزدیک میشد و بارانی از تیر به روی دشمن میریخت و دوباره عقب نشینی میکرد. لژیون‌های سنگین اسلحه روم هیچ شانسی در این زمین نداشتند. در نهایت ارتش روم در هم شکست. کراسوس کشته شد و سورنا، سرداری که تنها 25 سال داشت، یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ ایران رو رقم زد. این نبرد در تاریخ به عنوان شکست هران ثبت شد و هنوز هم یکی از تلخ‌ترین خاطرات رومیاست. شماره 4، جنگ فرهاد چهارم اشکانی با مارک آنتونی. شکست هران کافی نبود تا روم دست از سر ایران برداره. چند سال بعد مارک آنتونی، سردار مشهور و رقیب جولیوس سزار، با سپاهی بیش از 100,000 نفر وارد خاک ایران شد. شاه وقت ایران، فرهاد چهارم، با اعتماد به سردارانش تاکتیک اشکانیان رو تکرار کرد. بار دیگر سواران ایرانی به کاروان‌های تدارکاتی روم حمله کردند. بیابان‌های خشک و تشنگی دشمن نامرئی رومیا بود. هر روز صدها نفر از گرسنگی و گرما از پا می‌افتادند. مارک آنتونی ناچار شد عقب نشینی کنه با ارتشی نیمه جان و تلفات سنگین. این دومین شکست بزرگ روم از ایران بود و نام اشکانیان رو به عنوان سد نفوذناپذیر شرق تثبیت کرد.
شماره 5 نبرد ادسا شاپور اول. در دوران ساسانیان شاپور اول به عنوان شاهنشاه ایران در برابر بزرگترین دشمنش روم ایستاد. والریان امپراتور روم با ارتش عظیم به ایران تاخت و در ادسا با سپاه شاپور روبرو شد. شاپور که خود فرماندهی سپاه رو به دست داشت، ارتش روم رو در باتلاق محاصره کرد. بیماری، کمبود آذوقه و ضربات سواران ایرانی کار روم رو ساخت. در پایان والریان زنده به اسارت درآمد، اتفاقی بی سابقه در تاریخ روم. شاپور اون رو به ایران آورد و در نقش برجسته بی شاپور تصویرش رو حک کرد. شاه ایران سوار بر اسب، امپراتور روم در برابرش زانو زده. این تصویر نماد اقتدار ایران و تحقیر بیمانند روم بود. شماره 6 نبرد با ژولیان شاپور دوم. یک سده بعد شاپور دوم ساسانی با امپراتوری روم دوباره وارد نبرد شد. این بار ژولیان امپراتور روم شرقی با 60,000 سرباز تا نزدیکی تیسفون پیش اومدن. اما شاپور با صبر و تاکتیک خطوط تدارکات رو قطع کرد و رومی‌ها در دل ایران گرفتار شدند و در یکی از درگیری‌ها خود ژولیان کشته شد. ارتش روم بدون فرمانده عقب نشینی کرد و معاهده تغییرآمیز امضا کرد. ایران نه تنها حفظ شد بلکه دوباره اقتدارش در منطقه تثبیت شد. شماره 7 نبرد ملازگرد آلپ ارسلان. در دوره سلجوقیان سلطان آلپ ارسلان با سپاهی کمتر از نصف ارتش بیزانس به میدان رفت. پیش از جنگ کفن پوشید و گفت اگر پیروز شویم ناممان جاویدان خواهد شد، اگر شکست بخوریم بهش نصیبمان است. این سخن روحیه عجیب به سربازان ایرانی داد. در برابر او امپراتور رومانوس با ارتش عظیم ایستاده بود، اما حمله ناگهانی و سرعت سواران ایرانی ارتش روم شرقی رو شکست داد و امپراتور زنده به اسارت ایرانیان درآمد. شماره 8 جنگ‌های شاه عباس با عثمانی. در قرن 17 ایران صفوی پس از سالها ضعف دوباره جان گرفت. شاه عباس بزرگ ارتش را نوسازی کرد. تفنگچی‌ها، توپخانه و قزلباشان منظم، سردارانی چون علاوردی خان و امام قلی خان همراه او بودند. در برابر ایران سلاطین عثمانی یکی پس از دیگری ارتش‌های عظیم فرستادند، اما شاه عباس در تبریز، ایروان و گرجستان پیروز شد. او پس از سالها اشغال مرزهای شمال غربی ایران را پس گرفت و این پیروزی‌ها صفویان را دوباره به قدرت اول منطقه بدل کرد. شماره 9 نبرد کرنال. در سده 18 نادرشاه افشار با ارتشی 60,000 نفری به هند تاخت. محمدشاه گورکانی با بیش از 300,000 سرباز و صدها فیل جنگی آماده دفاع بود، اما نادر با حمله برق‌آسا ارتش هند رو در کرنال در هم شکست. نبرد فقط 3 ساعت طول کشید و دهلی سقوط کرد. ثروت افسانه‌ای هند از جمله الماس کوه نور و دریای نور و تخت طاووس به ایران آمد. این پیروزی نادر رو به یکی از بزرگترین فاتحان تاریخ تبدیل کرد، مردی که نامش کنار اسکندر و تیمور نوشته شد. شماره 10 آزادسازی خرمشهر، جنگ ایران و عراق. در عصر معاصر جنگ ایران و عراق نقطه تعیین کننده داشت. آزادسازی خرمشهر پس از 578 روز اشغال در عملیات بیت المقدس. فرماندهان ارتش و سپاه از صیاد شیرازی و محسن رضایی تا حسین خرازی و احمد کاسمی در میدان حضور داشتند. نبرد 25 روز طول کشید و در 3 خرداد 1361 خرمشهر دوباره به آغوش ایران برگشت. این پیروزی نه تنها یک برگ نظامی بلکه یک نقطه عطف ملی بود. ملت ایران دوباره روحیه گرفت و دنیا فهمید ایران هنوز همون سرزمین مقاومه. حالا نوبت توه. به نظر تو کدوم یکی از این 10 نبرد مهمتره؟ فتح بابل کوروش، اسارت امپراتور روم توسط شاپور یا آزادسازی خرمشهر؟ توی کامنت ها بنویس تا با هم بحث کنیم. دیدیم که ایران در طول تاریخ بارها پیروز میدان بوده، از کوروش که بابل رو بدون خونریزی فتح کرد تا نادرشاه که دهلی رو به زانو در آورد و تا جوانهایی که خرمشهر رو آزاد کردن. اما سوال اینه کدوم یکی از این پیروزی‌ها مهمترین نقطه تاریخ ایرانه؟ به نظر من اگه یک نبرد رو بخوایم به عنوان نقطه اوج انتخاب کنیم باید بگیم آزادسازی خرمشهر، چون این نبرد نه فقط یک پیروزی نظامی بلکه بازگشت روحیه و هویت ملی در عصر معاصر بود، چیزی که کل ملت رو دوباره سرپا کرد. اما تاریخ همیشه فقط پر از پیروزی نیست. همونطور که اینجا از افتخارات گفتیم، ایران شکست‌های بزرگی هم داشته، شکست‌هایی که هر کدوم سرنوشت کشور رو تغییر دادن. پس اگه می‌خوای بدونی 10 نبردی که ایران در اونها شکست خورد و تاریخش زیر و رو شد کدوما بودن، حتما ویدیوی بعدی رو ببین.